کافی آقا. الله اکبر، الله اکبر. ببین آدمو به چه چیزهایی راهنمایی میکنی. بنده یکی از مخالفین سرسخت ارتباط با جنس مخالف هستم. حالا یه موقعیتی داریم، شرایطش هم که هست، 15 بار ازدواج کردیم. یه وقت فکر نکنید به خاطر علاقه به ایجاد رابطه است. نه خیر، نیتم خیر است. نیست اکثرا تنها میخوام دیگرانم از تنهایی در بیارم و این یه رسالت شده است واسه من. حتی یه 2-3 نفرم بودن حتی چشی در من نداشتن، از من خوششون نمیمه، اما تو رو در واسه انداختم اون آرم گرفتم. الله اکبر. خودشون میخوانم. الله اکبر، الله اکبر. تو خونه‌های همه این طوری است. ظهر که میشه وقتی بگوین الان وقتی چی است، میگن وقتی نهار است. وقت شب که میشه بگوین الان وقتی چی است، یا وقتی شام است. ببین فکرها خراب است. ولی تو خانواده ولی تو خونه ما این جوری است. تو طول شبانه روز هر زمانی من بگم الان وقتی چی است، میگن ازدواج است. دیگه ازدواج دیگه. بله. حتی یه روز صبح بابام ساعت 4 صبح من از خواب بیدار کرده است، میگم دیگه الان وقتی ازدواج است. میگه نه بیشور، وقت نماز است. من برای ازدواج با یکی از دخترای فامیلمون حرفش زدم. البته با تمومشون حرفش زدم، اما ولی این یکی فرق میکنه. از جون و دل بله داد. حالا باباش یه تکی به بابا مام داده بود، یک تکی به بابای مام داده بود. پیش میاد دیگه. بله. حالا باباش یه تکی به بابای مام داده بود، 500 میلیون. چه برگشتم خورد، زندانشم انداختیم، بی تأثیر نبود. ولی اون فقط منو میخواست. کاری هم به بابام نداشت. چون فردا یه عروسی رفت مهریش هم گذاشت اجرا، هم طلاقش گرفت هم باباش آزاد شد. بله. رفتم سراغ گزینه بعدی. نتونستم این وضعیت رو تحمل بکنم. بهش گفتم من چون یه ازدواجی ناموفق داشتم، یه مدت با هم چرا خاموش پیش بریم تا به خصوصیات هم آشنا بشیم. گفت باشه. یه 2 سالی گذشت و همینطور چرا خاموش ما داشتیم پیش میرفتیم، طوری که اصلا خانواده همون هم نمیفهمیدن. اگه هم جایی حرفی میزدم ما این کار میکردیم، ما را جایی میدیدن این کار میکردیم. کلا همه چیزا ما این کار میکردیم. ولی دیگه خداییش بود دیگه به چرا نمیشد این کار کرد دیگه. همین شد که اول خانواده ها مجبور شدن برن سیسمونی به صدا تهیه بکنن و بعدش هم یه وام گرفتن، این جهیزیه خانوما رو آماده کردن و آوردن. منم رفتم یه تالار گرفتم جا همدون خالی، یه جشن عروسی به پا کردم. نگو و نپرس. دیدی تو این عروسی ها این خانوما چقدر به خودشون میرسن، چقدر آرایش میکنن، چقدر خوشگل میشن، چقدر خوش تیپ میشن و دومات چقدر کیف میکنه. به تنها کسی هم که توجه نمیکنه عروسه. من خودم تو عروسیم یه خانومی دیدم، اوفا لامصب، همه چی تموم، همه چی اوکی. رفتم چرا خاموش سر حرف واکنم، دیدم مامانم بود. آره حواستون رو جمع کنید. آره. آقا بعد از اون رفتیم سراغ گزینه‌های بعدی. به رفیقم چرا خاموش و مسئله‌مون داشتیم ادامه میدادیم، ولی نمیدونم چطور شد. یه وضعیت عوض شد دیگه. من کسی جایی دعوت نمی‌کرد. اگه هم دعوت می‌کرد قبلش با بقیه هماهنگ می‌کردن که دختراشون رو نیارن. اصلا از یه تایمی به بعدا دیگه فقط تو مجالس مردونه منو دعوت می‌کردن. یعنی یا دیگه اصلا دلم زن نمیخواست، شوویر میخواست. آره شوویرم اونم که گیر نمیمه.
به خاطر همین سران فامیل تصمیم گرفتن یه جلسه‌ای بذارن بیشینن یه مذاکره‌ای بکنیم. منم قبول کردم. جلسه تشکیل شد با گروه 5+1 که 2 از عموام، 3 از داییام و تنها عمه. نتیجه جلسه هم این شد که من قول دادم، این خیلی مهمه، قول دادم به طور صلح‌آمیز و بدون هیچ گونه چشم داشتی در تمامی مجالس شرکت کنم که با حضورم در اولین جلسه به طور صلح‌آمیز و با چشم داشت با یکی از دخترای فامیل حرفش زدیم و به طور چراغ خاموش، اونم قبول کرد و 5+1 فهمید این اقدامی ما را. آره فهمید و ما هم انکار کردیم. بلد بودیم که ما هم انکار کردیم، حتی تقاضای ویدیو چکم دادیم، ولی اونا اعتقادی به ویدیو چک نداشتن. توجه میکنی؟ از بیبی چک استفاده کردن. آره نتیجهش که در اومد این اقدامی ما را محکوم کردن و با بیانیه‌ای سری صادر کردن با این متن: خره این دختر دیگه مال خودت است. بابی کاری خودت است، هم خوشگل است، هم بامزه است، هم مثل اونایی دیگه نیست که بگوی ندید بدیزده است. او مثل خودم رد داده است. ما هم گفتیم خب باشه دیگه، چاره ای نداشتیم، گفتیم همین خوب است، بیپیچید بریم. دختره را بردیم، زرتی هم پس آوردیم. آره دیگه. عمه گفت چی تو شده است؟ مادرش گفت آقا اومده است، دختری ما را گرفته است، برده است، هر کاری هم خواست است کرده است. ببین منظورم آشپزی کرده است، ضعف و زورش شسته است، کارا خونه را کرده است، حالا دلش زده است، ورداشته است، پس آورده است، میگه این که پوچیده است. ما هم دیدیم اوضاع خیلی بیریخته است. آتا نه ما را نپاکونده است، خودمون دفاع کنیم. گفتیم اولا این هم شله است، اکثرا هم وله است، خیلی وقتا مریض و ناقل است و بیشتر از منم رد داده است و بعد ترز همه مثل سوس خرسی است. البته تاش هست میچلونیا. آره ولی الان یه خبری خوب براتون دارم. همینجا یه خانومی است تو همین تماشاچی است. از نظر من که اوکی است، مالی خوبی است، منظورم خانومی خوبی است. از داورا تقاضا دارم یه صحبتی بکنیم، اینم کاراش بشه، ولی قول میدم چرا خاموش نه، همون اول کار لامپا روشن کنیم.